مدینه منوره قبلا یثرب نامیده میشد و با نخلستان‌های فراوانش فرق میکرد. آن بین دو حره یعنی دو کوه سیاه سنگ واقع شده بود. در جنوب کوه عیر و در شمال کوه احد. خانه ها از سنگ ساخته می شدند، نه گیل. مسجد نبوی در مرکز شهر واقع بود و همه راه ها به آن می رسیدند. سقف آن از شاخه های درخت خرما بود و در آخر آن قسمی صفه قرار داشت که مکانی مخصوص برای فقیران و مسکینان بود. اینها حجره های همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. حجره بانو عایشه، حجره علی و بانو فاطمه زهرا، حجره بانو زینب، حجره بانو ام حبیبه، حجره بانو جویریه، حجره بانو صفیه، حجره بانو سوده و حجره بانو ام سلمه. اینجا خانه عمر ابن خطاب و ابوبکر صدیق بود. اینجا خانه عمرو ابن عاص و خالد ابن ولید است. قبرستان بقیع در قسم شرقی مدینه واقع بود و در آن اکثر صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم و همسرانش و دخترانش دفن شده اند. اینجا خانه عثمان ابن عفان واقع بود و او دو خانه داشت، خانه خرد و خانه بزرگ که در کنار خانه دوم ابوبکر صدیق بود. اینجا سقیفه بنی ساعده قرار داشت، جایی که صحابگان پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انتخاب خلیفه مسلمانان جمع آمده بودند. اینجا باغ ابو طلحه واقع بود و در آن چاه حا موجود بود. هنگامی که سخن خدای تعالی نازل شد، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نکوکاری نمیرسید تا آنکه از آن چه دوست می‌دارید انفاق کنید. ابو طلحه گفت ای پیامبر خدا، من این نخلستان را برای خدا و پیامبرش وقف میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو طلحه گفتند به به، یعنی به بهشت دست یافتی ای ابو طلحه.